همینجوری اونه خوب میشه، درست میشه. خب اول باید بپذیریم که بیزینس املاک یک علمه. این دیگه تموم شد اون دورانی که دیدید سال 97 96 95 دیوار رایگان بود، آیه هرچی میذاشتن یادم مثلا 80 تا 100 تا ما مثلا دیدید واقعا 30 تا رو زنگ خورد داشتیم. بازدید اون فکرم 300 400 تا بود اگه اشتباه. الان چند تا شد؟ 70 80 تا شاید 100 تا. اون موقع خیلی بازدید می‌خوردم تو دیوار، هم زنگ خور بالا بود، هم سرویس زیاد می‌رفتیم، هم فروش راحت‌تر بود. الان سخت شد. اول باید بپذیریم که بیزینس املاک علم شد. یا می‌خوایم ادامه بدیم این شغل رو یا می‌خوایم بیکاریم اومدیم. آخه چون مشاورا چند دستن، یا بیکارن میخوان یه جایی بشینن، فعلا بشینن بیکار سرگرم باشن، حالا املاک بهونه هم داشته باشن برای خونه بگن سر کاری، یا اینی که میان دوره هم خوش باشن، یا اینی که میان واقعا کار بکنن. یه بنده خدایی مشهد بود به من گفته بود آره ما خوب کار میکنیم، مثلا آژانس مثلا من مایی 2 تا مینویسم و من گفتم شاید خوبت مایی 7 تا باشه، شاید خوبت مایی 8 تا باشه، الان مایی 2 تا مینویسی خوب نباشه. خوب نسبت به چی سنجیده میشه؟ یه چیز رو همیشه عادت بکنید خودتون، همه چیز رو تبدیل به عدد بکنید، آمار در بیارید، همینجوری یه چیزی نگید. توی این شغلی که همش هزینه است، هم هزینه مالیش الان خیلی زیاده، هم هزینه زمانتون که باز در مورد زمان صحبت میکنیم. پس تقسیم بندی مشاوران شد دسته از مشاوران که از سر بیکاری میان، عده مشاوران واقعا هدف دارن میان کار بکنن. یه نکته رو خیلی خوب بدونید که من اینو بارها گفتم، فکر کنم سری قبلی هم گفتم، حالا من یه بار دیگه از اول شروع میکنم چون دوستان جدیدن اون مسیر رو با هم بریم. اگر میخواید پولدار بشید توی بیزینس املاک پولدار میشید. اگه میخواید پولدار شید، اگر توی بیزینس املاک نتونید پولدار شید دیگه نمیتونید پولدار شید. باید برید یه جایی مای 100 میلیون هم حقوق بگیرید، مای 100 میلیونه دیگه، بیشتر از اون بهتون نمیدن. اما اینجا میتونی ظرفیت ایجاد کنی تا 2 میلیارد هم شاید توی یه ماه درآمد بتونی داشته باشی. محدودیتی نداریم برای اینی که مثلا بیای بگی چند تا قرارداد بنویسیم یا ننویسیم. پس این همش به خودتون بستگی داره. شغل راحتی هم نیست، خودتون میدونید دیگه. شاید دیگران فکر کنن اون لحظه قرارداد نوشتن میبینن فکر میکنن راحتی، ولی واقعا شغل بیزینس املاک شغل بسیار سختیه، بسیار سخته. الان از تمام زوایا سعی میکنیم بررسیش بکنیم. خود شما خیلی از چیزایی که من میگم رو میدونید، چون بخشش فروش کار کردید، هر کدوم 5 سال 6 سال دارین کار میکنید. قرارداد نوشتی، یعنی مشاورانی تازه کاری اینجا نیستی که قرارداد ننوشته باشید، چون خانم حاجی زاده، درسته؟ خانم حاجی پور. پس قرارداد نوشتی همتون. چیزایی که من میگم هم میدونید، بهتر از منم میدونید. ولی یه بار میخوایم با هم صحبت کنیم در مورد این موضوعات. بعد عادت بکنیم این که آموزش ببینیم، با هم در مورد کار حرف بزنید، داشته هامون رو به اشتراک بذاریم. یعنی که فکر کنیم من اینجا ایستادم بیشتر از شما بلدم، نه، شما بیشتر از من بلدی، ولی من اومدم آکادمیکش کردم، میخوام در موردش با هم حرف بزنیم. خوبه. نکن شما میگه کسی که یکی بود تبرشو تیز نمی‌کرد، درسته؟ یعنی یه وقتی بگو کاملش میشه این که یک بگو چی بهش میگن زیادی رو گذاشته بود برای این کار و بعد متوجه شد که خب تبرش تیز نیست. یعنی وقتی رو نمیذاشت این تبر رو تیز بکنه، همونجوری نان استاپ میزد. خب یه وقتی رو بذارید برای اینکه آموزش ببینید، برای اینکه در مورد کار با هم حرف بزنید. ما بعضی وقتی آموزش میدیم جایی، چون انقدر خودمون
رفتیم تو لاک خودمون و اون سبک اشتباه خودمون رو داریم ادامه میدیم که این آزار دهنده است بخوایم برگردیم. شما دستتو نیم ساعت بگیر اینجا، اینجوری رو دستت، همین دست حالت طبیعیت، نیم ساعت اینجوری دست بزن زیر سرت، بعد که بلندش میخوای راستش بکنی درستش بکنی درد میگیره. درسته یا نه؟ پیش اومده براتون؟ دستتون درد میگیره. نگاه ما وقتی بخوایم مسیری رو بیایم درستش بکنیم، چون فکر میکنیم اون کاری که داریم میکنیم درسته، فکر میکنیم چون راحتی برامون ملاکه، چون فی نفس آدم ها دنبال راحتی هن. هر کاری که راحت تر باشه. اما ما میگیم آقا شما که داری زمانتو میذاری، 9 صبح میای 9 شب میری، خوبم میتونی کار بکنی. الانم خیلی بهتر میشه کار کرد. چیزی که من دارم تو آژانس‌ها میبینم، خیلی ها هیچی بلد نیستن. نگون هیچی بلد نیستن. دو قشرن. مشاورا معمولاً هیچی بلد نیستن، بخششون هم که بلد هستن بسیار تنبلن، بسیار تنبل شدن و این یه فرصتیه برای اونایی که بتونن و بتونن از فرصت استفاده بکنن. یعنی میتونیم آمار در بیاریم که کار هست، بازار هم هست. پس بپذیرید که بیزینس املاک یه خارج شده از اینی که بریم توی آژانس بشینیم. ما که نمیخوایم، حالا 500,000 تومان هم میدن یه آگهی میزنیم دیگه، حالا شد نشدم نشد دیگه. یکی هزینه‌ای که بر دفاتر تحمیل میشه، یکی زمانیه که خودتون میذارید. پس میپذیرید که بیزینس املاک یک علمه. بعضی وقتا مثلا بعضی جاها میگن آقا یه چیزی بگو بریم بفروشیم. اصلا نداریم من بیام یه چیزی به تو بگم بری بفروشی. فروش یه فراینده. یه سری کارا رو باید انجام بدی، استانداردها رو رعایت بکنی تا اون اتفاق بیفته. اینی که من بیام الان مثلا یه پیام برای شما بنویسم، یه آگهی خوب بنویسم، بعد بریم اون آگهی زنگ بخوره، اصلا نداریم چنین چیزی. فراینده باید طی بشه، اون اتفاق باید بیفته، استانداردش باید رعایت بشه تا بتونی به قرارداد برسی. بازم تاکید میکنم، برمیگردم عقب‌تر، بچا بازار هست، یعنی معاملات داره انجام میشه، به آمارش میرسیم، آمارم در میاریم. فقط اینی که کی ببنده. کی میخونه اینو؟ کی میخونه؟ بخون همین که نوشته است بخون. خب بقیه شو بگو. فروش هر کالای دیگه کاملا متفاوت است. با یه چیزی گفتن و دوتا چیز گفتن شما نمیتونید بفروشید. یعنی با وقت بذاری یاد بگیری، با وقت بذاری تمرین کنی. الان تمام زمانتون آنالیز میکنیم، میریم جلو. یه بار بریم تا انتها پاورپوینت رو ببینیم این چند روز میخوایم در مورد چی صحبت. موافقین؟ آره. خب میام حالا اینا مسائل عمومیه که در مورد صحبت میکنیم. خود اون تحول عظیم حواستون جمع بشه که چه اتفاقی داره تو بیزینس املاک میفته، در موردش صحبت میکنیم. هوش مصنوعی و ربات‌ها و متاورس و اینها رو توجهتون باز میگم اون صحبت‌های عمومی در مورد بیزینس املاک، توضیحات عمومی، بازار رقابتیش، عناصر مهم در موفقیت مشاور املاک که یه وقتی فکر میکنن، الان خیلی ها فکر میکنن مشاور املاک اینه که بیای بشینی پشت کانتر، میز، صندلی، تلفن، بریم خونه پیدا بکنیم از تو سایت، بیایم قیمت رو ببینیم چنده، آگهیش بکنیم، تلفن اگه زنگ زدن، اگه نزدن، اگه زدن که سرویس میدیم، حالا چه اتفاقی بیفته، بعد شاید یه اتفاقی بیفته، یه فروشی شکل بگیره. نه، اینها رو بر انگیزه و تلاش استمرار و اینها رو بررسی میکنیم، زمان و آموزش و تخصص رو بررسی میکنیم، میایم این اتفاقاتی که در بیزنس املاک باید یه مشاور بدونه تا بتونه موفق شه رو بررسی میکنیم. یه وقتی حواستون باید جمع بشه به اطرافتون،
ما تو حوزه نظامی میگیم اطلاعات عملیات، یعنی شما بدون اطلاعات نمیتونی عملیات انجام بدی. یه واحد هست به اسم واحد اطلاعات عملیات. واحد اطلاعات عملیات اول میره اطلاعات جمع میکنه. اطلاعات یعنی چی؟ ما میخوایم در فلان منطقه بچه هر کدومتون سیگاری، کی سیگاریه؟ هر وقت دوست داشتی بری سیگار بکشی بگو. خب خود برو سیگار بکش بیا. خب بله از بابا میخوری قهوه؟ من یه آب خنک‌تر نمیزنی اینجا؟ من ازاد نهار گوشتی خوردیم ای تشنه میشه. یه چایی بخور. نه گوشتی بود، مرغ بود. ما اگه این مباحثی که یاد داریم رو یاد بگیریم ما هم میتونیم ما رو گوشت بخوریم. آره شما مشاوره منطقه یک که کلا کافه این همتون. این خوبه نصفش آره. این معلومه این دهن خورده است. نه این اتفاقا خودم این نسته آبش کردم نصفش یخ بشه خب نصفش آب کنم. بیا آره. خب بچه ها بعد میان نگون واحد اطلاعات عملیات چیکار میکنه؟ حواستون به منه؟ میاد میره عوارض زمین رو میبینه، چه روزی چه ماهی چه ساعتی میخواد اون عملیات، چه استعداد نیروی دشمن چیه، اونا چی دارن ما چی داریم، کامل بررسی میکنه. شما به عنوان مشاور کدوم منطقه‌ای فرهنگشون چیه، چه خونه‌هایی بیشتر فروش میره، سبک معاملاتشون چیه، مشاورای دیگه چیکار میکنن، اونایی که زنگ خوردارن چیکار میکنن، اونایی که فروختن چیکار میکنن. یعنی نمیتونی بدون داشتن این دانش بیای موفق شی. ضمن اینی که حواست به خودت هست، حواست به بقیه هم باید باشه. پول هم خوب در میارین ها، کار بکنید پول خوب در میارید. اینو بررسی میکنیم، میرسیم به اون لایه‌های پنهان مثل خوابتون که خیلی ها حواسشون بهش نیست، تغذیه‌تون و استراحت کافی و شبکه سازی و آموزشی دادن، اینا رو در موردشون صحبت میکنیم. میرسیم به دوره سنتی رو کامل بررسیش میکنیم. دوره سنتی که چه اتفاق، دوره دیجیتال اولیه، دوره دیجیتال پیشرفته، اینا رو میایم که بدونیم کجای این صنعت قرار گرفتیم. میخوایم یه بیس تو ذهنتون بکاریم. بازم تکرار میکنم شما کار رو بلدید، اینی که بیای اصولی بچینیش، طبقه بندی بکنی تو ذهنت، این کمک میکنه بهتون که بتونید درست‌تر کار بکنید. طولانی مدت هم تو هزینه‌هاتون صرفه جویی میشه، هم تو زمانتون صرفه جویی میشه. اگه دانشش رو هیچ اشکال نداره، من یه سری اطلاعات دارم به شما میدم، شما یه سری اطلاعات داری به من میدی، خودتون با خودتون اطلاعاتتون رو به اشتراک میذارید و هم کمک میکنید. آیا این خوابت میاد؟ چرا؟ بعد میایم اون تحلیل مال سالو داریم که بهار و تابستون و پاییز و یه شمای کلی از کار داشته باشید تو ذهنتون که بدونید کجا قرار. نگم من وقتی میخوام مدیریت کنم، من وقتی میخوام یه کاری رو شروع بکنم، اول باید بدونم خودم کجا قرار دارم. چیزی که خیلی ها نمیدونن خودشون کجان، اصلا نمیدونه از زندگی چی میخواد، اصلا خودش نمیدونه دنبال چیه، نمیدونه چرا داره میاد، اصلا اینا رو نمیدونه. من اول باید بدونم تکلیف خودم با خودم مشخص شه، کجای جریانم، من کجا قرار دارم. الان چشای مثلا فهمیدن جون؟ آی لطیفی چشاشو ببندید ببرید بذاری وسط تهران، بهش بگی میدان آزادی کجاست، نمیدونی دیگه. نکن. چرا نمیدونه؟ چون نمیدونه خودش کجاست. نمیدونه ما بردیم تو اکباتان اونور، نمیدونه بردیمش تو منطقه 5، نمیدونه الان تو نازی آباده، نمیدونه تو نیاورانه، نمیدونه. پس نمیتونه بگه، حتی نمیدونه، نمیخوایم اصلا بره، حتی نمیدونه کدوم سمته. پس این چقدر زمان میبره و طول میکشه تا متوجه شه میدان آزادی کدوم سمته فقط. درسته؟ ولی وقتی تو بدونی کجا قرار داری، بهتر میتونی حرکت بکنی، مسیر بهتری رو انتخاب میکنی. ما میخوایم متوجه شیم کجا قرار داریم. بعدش میایم در مورد بچه اصول حرفه‌ای ایناست.
اصول حرفه ایناست. خیلی از بچه‌ها میگن 5 سال 10 سال 20 سال کار میکنیم. دیدی مثلا ما تو فایلیابی بذار من یه جمله بگم، اینو میتونید بنویسید، اینو به نظرم بنویسید بچه‌ها، بعدش اصلا بنویسید بذارید جلوتون. نکن مشاوری املاک چیه؟ تکرار روزانه یک سری کارهای تکراری. نکن تکرار روزانه یک سری کارهای تکراری هر روز به بهترین شکل. همین. طرف میگه چند سال، میگه 7 سال، بعد فایلیابی نداره. نکن یک روز اومدی تو املاک 25 سال داری کار میکنی، باید روزانه فایلیابی داشته. اصلا نداریم چنین چیزی. چند سال آره ما فایلیابی نمیکنیم، ما این فایلا میاریم. من میبینیم مثلا مشاوری که یه هفته اومده بیشتر میفروشه، 2 تا اون تو این ماه 2 تا فروخته، اونی که 6 سال 7 سال کار میکنه نفروخته، چون اون فکر میکنه خیلی بلده. بعد چون این میره اصول رعایت میره فایلیابی میکنه، میره کف گردی میکنه، اون بهتر میفروشه. نه ما نداریم. اصلا یک روز اومدی سر کار با 20 سال سابقه، حواستون من باشه بچه‌ها، بلا استثناء باید اصلا فایلیابی رو داشته باشه. اصلا نداریم چنین چیزی من 6 سال کارم، 7 سال کارم، 8 سال کارم. خودتو گول میزنی. یا برای کی میخوای آقا تو برو 500 میلیون پول در بیار، برو در روز شمال حالتو بکن. پس تکراره. کی میخونه؟ کی نوشته؟ بخون خانم تاجیک. تکرار روزانه یه سری کارهای تکراری هر روز به بهترین. همین. من بخوام مشاوری املاک رو تعریف کنم این جمله رو در موردش میگم. نقشه خوانی منطقه شناسی یه بار میتونی انجام بدی برای همیشه حفظ شی. یه بار انجام بده اما درست حسابی. الان میرسیم اینو توضیح میدیم. اما فایلیابی هر روز، کارشناسی هر روز، آیه‌ای هر روز، پاسخگویی تماس هر روز، سرویس هر روز، پیگیری هر روز، بازدید هر روز. اینا هر روزه. نداریم توقف. اونی که توقف کرد باخت. اینا رو در موردشون میایم صحبت میکنیم. خود نقشه خوانی رو میایم کلا روشن میکنیم که چه اتفاقاتیه، کجاها رو حواستون باشه. بچه آدم ها نیاز دارن چیکار کنن؟ آدم ها نیاز دارن به تکرار و تمرین. شما تو زندگی شخصیتم متأهلا کیان؟ متأهلا دستاشون بالا. آقا زن تو هر روز اصلا نیازشه هر روزش بگی دوست دارم. اصلا نیازه. ما نیازهامون باعث میشه که چه کاری رو انجام بدیم. گشتمون میشه نیازه دیگه، این باعث میشه ما غذا بخوریم. درسته؟ پس ما بدونیم میخوایم چه بکنیم، دنبال چی هستیم. این یه نکته دیگه خدمتتون عرض بکنم. اینا رو باز خدمتتون تو خلال برنامه میگم، ولی امروز میخوام یه شمای کلی از کار تو ذهنتون بکارم. خسته یا آره؟ خب اگر من الان فهمیدی چی بود؟ به آی تهرانی میگم آی تهرانی برو تا سر کامرانیه و بیا سر بازدار. میره اون میاد بهش میگم چند تا تاکسی رد شد، نمیدونی. میگم چند تا مثلا مینیبوس رد شد، نمیدونی. چند تا تله برق بود، نمیدونی. قبول داری؟ میگم چند تا فلان، نمیدونی. اما میگم آی بازدار برو سر بازدار رو برگرد، حواست به تعداد ماشینا باشه که چی رد میشه. میپرسم ازت تله برقا رو بسنج، تعداد مغازه‌های سمت راست و چپ ببین چند تا، چند طبقه‌ن، چه جوریه. نکن من یه دید بهت دادم، تو میری تا اونجا میای کل اینا رو حواست هست. آموزش همینه. خیلی چیزها رو میدونی، هر روز میبینی، فکر میکنی مهم نیست، در حالی که همونا مهمن. ما میخوایم تو این دوره اینها رو با هم تمرین کنیم. شما قرارداد نوشتین دیگه، همه تو یکی قرارداد نوشتین، یعنی بلدین کارو. یه بار دیگه میخوایم تمرین کنیم. اگه 3 تا نوشتی بکنیمش 6 تا، بکنیمش 5 تا. اگه
10 میلیون هزینه آگهی برای پرداخت میشد تا یه قرارداد بنویسی، الان میخوایم 5 میلیون هزینه آگهی بشه تا تو به قرارداد برسی. اگه تو یه ماه زمان گذاشتی، حتی یه ماه که بیای روزی آگهی میدی الان زیاد، یعنی زیاد چند؟ 10 تا هم بخوام نه والا 10 تا 500 تومن. نه 500 چند تومن؟ والا الان داریم کلیدو با شلفو بزنیم. آها آها نامحدود. دیوار نه؟ دیوار آقا من یه جمله بگم. بله بفرمایید. بچه یه خواهش دارم. تو این چند دقیقه که آقا مجید صحبت کرد یه جملهش یعنی باید با طلا بنویسیم بالا بزنیم. خواهش میکنم اصلا به این فکر نکن که من همه 3 سال 4 سال 5 سال من قد دارم. فکر کنیم الان از این در اومدیم تو تا امروز نه کار املاک کردیم نه معامله کردیم